سلام دوستان عزیز. امروز میخوایم راجع به یک مدل بسیار کاربردی برای ارتقاء روابط بین فردی استفاده کنیم که البته همه جا این مدل به درد میخوره، هم در زندگی خصوصی هم در زندگی کسب و کار و کاریمون، که ما امروز البته مد نظرمون شرکت ها و سازمان ها هستن که چجوری از این مدل استفاده کنیم تا بتونیم روابط بهتر و روابط دلپذیرتری داشته باشیم با همکارانمون و بتونیم به واسطه اون تعارضات سازمان را کمتر کنیم تا به واسطه کم کردن چالش ها و تعارضات سازمان بهره‌وری افراد رو در سازمان بیشتر بکنیم و هم زندگی رو برای خودمون در محیط کار و البته در زندگی خصوصیمون شیرین‌تر و لذت بخش بکنیم. این مدل اسمش هست مدل جوهری که البته یک کلمه فارسی نیست، ترکیبی از اسامی دو نفر به نام جو و هری هست که این مدل رو ابداع کردن و البته در یک کنفرانسی این مدل رو درست کردن، ولی بعد اون رو بهبود بخشیدن و نهایتاً به این شکلی که امروزه هست در دسترس ما هست و می‌خوایم این رو با هم یاد بگیریم که چگونه از این مدل میتونیم استفاده کنیم که روابط بهتری با هم داشته باشیم. این پنجره جوهری 4 تا خونه داره که در دو ضلعش 4 تا عبارت نوشته. در ضلع افقیش ابتدا در روبروی خانه اول نوشته آنچه من درباره خودم میدانم و در ضلع عمودیش نوشته آنچه که دیگران در مورد من میدانند. یعنی مسائلی هست که هم من از وجود آنها در شخصیت خودم و در وجود خودم آگاه هستم، هم دیگران، حالا یا به واسطه این که از رفتار و کردار و گفتار من متوجه این ویژگی ها و خصوصیت ها شدن، یا اینکه به واسطه مداومت کار کردن و زندگی کردن با اینها آشنا شدن، یا اینکه من خودم بهشون گفتم، یا اینکه اونا از من پرسیدن و نهایتاً الان در حال حاضر ویژگی های من دارم که هم خودم اطلاع دارم از اونها، هم دیگران از اونها اطلاع دارن. این خونه از پنجره جوهری رو بهش میگن ناحیه آشکار یا ناحیه شناخت، یا من آشکار هم بهش میگن. یعنی اونچه که دیگران در من دارن میبینن آشکاره، در واقع حالا جلوتر میریم، نه کوره و نه پنهان. خصوصیت ها و ویژگی های هست که آشکار هست و اونها تکلیفشون روشنه با این ویژگی های من. حالا این ویژگی های من ممکنه که زود رنجی باشه، عصبانیت باشه، سخت کوشی باشه، دانش زیاد باشه، اطلاعات زیاد باشه، دانش کم باشه، عرض کنم خدمتون پوشش من باشه، طرز گفتار و کردار من باشه و هر آنچه که در وجود من آشکاره و بقیه دارن میبینن یا میشنون، یا اینکه برداشتی که از من دارن و من خودم هم اون ویژگی ها و خصوصیت ها رو قبول دارم و میدونم که در وجود من هستن اینها. به این ناحیه میگیم ناحیه آشکار یا ناحیه شناخت. و اما خانه دوم به نحوی هست که روبروی این خانه نوشته شده آنچه که من در مورد خودم نمیدانم و روبروش نوشته که آنچه که دیگران در مورد من میدانند. این مسائلی هست که دیگران در وجود من میبینند یا شنیدند احتمالاً و الان میخوان تست کنن که ببینن آیا هست یا نیست و نهایتاً ممکنه که بگن وجود داره این ویژگی در شما، ولی من خودم از وجود اونها تا این لحظه بی اطلاع بودم، یا حتی از این لحظه به بعد هم ممکنه که انکار کنم اونها رو. یه نفر بیاد به من بگه که تو ویژگی حسادت داری، ولی من زیر بار نرم و بگم نه من آدم حسودی نیستم و کماکان فراموش میکنم این مسئله رو و اصلا قائل به این نیستم که در وجود من حسادت وجود داره. بنابراین ویژگی هایی در من وجود داره که دیگران قائل به وجود اون هستن، ولی من خودم اونها رو یا نمیدانم که کلا هیچ کس تا حالا به من نگفته، یا که حتی اگر گفته هم نپذیرفتم. در واقع ویژگی هایی در من وجود داره که من از وجود اونها اطلاع ندارم ولی دیگران در من دارن میبینن. مثلا ممکنه کسی بیاد به من بگه تو استعداد موسیقی داری، ولی من میگم نه من همچین استعدادی ندارم، یا حتی قبلا امتحان هم کردم ندارم. ولی کسی که ممکنه که بگه نه من از آدمایی که استعداد موسیقی دارن شناخت دارم، میدونم چه کسایی استعداد موسیقی دارن و تو جزو این دسته هستی، ولی من انکار میکنم. یا ممکنه اصلا به من نگه، خودشون بگن که چند نفر یا دو نفر، یکی دو نفر با هم بگن که فلانی این استعداد رو داره ولی خودش خبر نداره، یا اینکه
اونها خبر داشته باشن، به هر حال من خبر ندارم و قائل به وجود این ویژگی یا خصلت در خودم نیستم. این ناحیه رو بهش میگن ناحیه کور که در واقع نمیدونم چه ویژگی هایی دارم از نظر خودم. و اما خانه سوم خانه هست که محل تلاقی دو ضلع آنچه که من در مورد خودم میدانم و آنچه که دیگران در مورد من نمیدانند. این ناحیه رو ما بهش میگیم ناحیه پنهان، ویژگی هایی که در من وجود داره ولی دیگران از اون اطلاعی ندارن. ممکنه این مثل انواع بیماری هایی باشه که کسی ممکن داشته باشه ولی دیگران خبر ندارن، یا مدارک تحصیلی باشه که من دارم و هنوز کسی اطلاع نداره از وجود اونها، یا اینکه مدارک جعلی ممکنه داشته باشه. مثلا من در یک سازمانی کار میکنم که یک مدرک جعلی ارائه دادم، خودم میدونم که اون مدرک جعلیه ولی دیگران اطلاع ندارن که این مدارک جعلیه. این ناحیه رو ما بهش میگیم ناحیه پنهان. و اما ناحیه چهارم که از محل تلاقی خانه آنچه که من در مورد خودم نمیدانم و آنچه که دیگران در مورد من نمیدانند، یعنی مسائلی هست که من خودم از وجود آنها در شخصیت خودم بی اطلاعم یا قبول ندارم و همچنین دیگران هم اطلاعی از این ویژگی ها و خصلت ها یا دارایی ها یا نداشته ها در من بی اطلاع هستن. این ناحیه رو بهش میگن ناحیه ناشناخته که البته پیچیده ترین ناحیه هست، از این جهت که ما داریم تلاش میکنیم که ناحیه کور و ناحیه پنهان و ناحیه ناشناخته خودمون رو، هر کسی در هر تیم یا در هر سازمان یا در هر خانواده تلاش بر اینه و هدف ما استفاده از پنجره جوهری اینه که این سه تا ناحیه رو از وسعتشون کم کنیم و به وسعت ناحیه آشکار اضافه کنیم. به چه منظور؟ به این منظور که در ناحیه آشکار هست که افراد بهتر میتونن با هم ارتباط بگیرن، ارتباط مؤثر و صمیمیتری داشته باشن. تیم در ناحیه آشکار میتونه بهتر کار بکنه و وظایفش را به هنگام و با کیفیت مناسب انجام بده. در نواحی دیگر ممکنه که اختلال در کار به وجود بیاد، مسائلی در من وجود داشته باشه که کسان دیگر اطلاع ندارن، هم این باعث میشه که اعتماد متقابل وجود نداشته باشه، همین که ممکنه ناگهان اون مسائلی که در وجود من بوده اختلال ایجاد کنه. فرض بفرمایید یک نفر در تیمی وجود داره که ایشون خودش میدونه که آدم عصبی هست ولی بقیه از این عصبانیت و این زودرنج بودن و این پایین بودن سطح آستانه عصبانیتش بی اطلاع باشن، وسط پروژه یه دفعه عصبانی بشه و یه جای یک جلسه رو خراب کنه، یه قراردادی رو خراب کنه، یه بخشی از پروژه رو ممکنه با این عصبانیتی که دیگران هم ازش اطلاع نداشتن خراب کنه. بنابراین اگر ناحیه آشکار در تیم ها بیشتر باشه، وسعتش بیشتر باشه، افراد راحت‌تر و بهتر میتونن به هم اعتماد کنن، صمیمیت زودتر ایجاد میشه و تیم بهتر کارش رو انجام میده. حالا روش‌های وجود داره که ما بتونیم از نواحی کور و پنهان و ناشناخته کم بکنیم و به ناحیه آشکار یا ناحیه شناخت اضافه بکنیم. برای اولین مورد درباره آنچه که من در مورد خودم نمیدانم ولی دیگران در مورد من میدانند ما باید بپرسیم، از دیگران بپرسیم و به اصطلاح از دیگران بازخورد بگیریم که شما چه ویژگی هایی در من میبینید که احساس میکنید یا فکر میکنید که من از وجود اونها اطلاع ندارم. که البته این پرسیدن و گفتن که بعداً بهش اشاره میکنیم باید با احتیاط انجام بشه، یعنی بعد از اون که با یک شناخت نسبی در تیم روبرو شدیم و تونستیم خصوصیت های دیگران رو حدوداً متوجه بشیم، اونها همینطور کلیات شخصیت من، رفتار و کردار من رو متوجه بشن، بعد دست به این کار بزنیم که تلاش کنیم از این وسعت نواحی کور و پنهان و ناشناخته کم کنیم. برای اینکه ممکنه که ما در یک تیمی یک چیزی بپرسیم و بعد این با واکنش درستی روبرو نشه، یا یک چیزی بگیم که بعد بازخورد درستی نداشته باشه. مثلا من یک خصلتی از خودم رو در یک تیمی بگم بعد موجب مسخره و استهزاء دیگران بشه. بنابراین باید این حد و مرز رو هر کسی خودش رعایت کنه، یعنی باید به نتیجه‌ای برسه که چه چیزایی بپرسه و چه چیزایی بگه. به هر حال
برای کم کردن ناحیه کور، یعنی اون چه که من در مورد خودم نمیدانم ولی دیگران میدانند، باید بپرسم از اون دیگرانی که این چیزها رو میدانند، ازشون بپرسم و درخواست بازخورد کنم که بعد من حالا یا اونها رو قبول دارم و از اون بعد دیگه مطلع هستم از اون ویژگی ها در خودم، یا اینکه نه انکارشون میکنم و کماکان به همون شکل باقی میمونه. و اما برای اینکه ناحیه پنهان رو کم کنیم و به ناحیه شناخت اضافه کنیم، این چون محل تلاقی پنجره های اضلاع در واقع اون چیه که من در مورد خودم میدانم ولی دیگران نمیدانند، اینجا میگه بگو مسائل رو، یا در واقع افشا کن خودت رو نزد دوستانت و همکارانت و تیمی که وجود داره. بعضی از خصلت‌هایی که فکر میکنی در جهت منافع تیم و در جهت انجام بهتر کار هستن، اینها رو افشا کن و بهشون بگو که من این ویژگی ها رو دارم. ممکنه این ویژگی ها یه جاهایی توانمندی های تو باشه که استفاده کنند از اون توانمندی ها و پروژه رو بهتر انجام بدن، یا ممکنه چیزهایی باشه که حواسشون باشه که ضربه نزنه، مثل همون عصبانیتی که عرض کردم. بگو به همکارانت و دوستانت و هم تیمی‌هات که من زود عصبانی میشم، من زود از کوره در میرم. بنابراین اونها هم ممکنه که کارهای که ممکنه شما رو عصبانی کنه به شما نسپارن، یا اینکه حواسشون هست که کی شما ممکنه که عصبانی بشید و حفاظت کنن از جلسات، از پروژه ها و از کارهایی که داره انجام میدن که این عصبانیت شما به اون ضربه نزنه. و اما برای که ناحیه ناشناخته رو ما بتونیم از وسعتش کم کنیم و در واقع به ناحیه شناخت اضافه کنیم، که البته ناحیه ناشناخته ممکنه بعضی از اون چه که آشکار میخواد بشه نهایتاً از نواحی کور و نواحی پنهان عبور کنه و بعد بره به سمت ناحیه آشکار. مثلا موضوعی بوده که من در مورد خودم نمیدانستم، دیگران هم در مورد من نمیدانستند، که در ناحیه ناشناخته واقع شده. بعد در جایی کسی از طریق مشاهداتی که میکنه به من یادآوری میکنه که این ویژگی رو دارم، و وقتی من فردا به محل کارم میرم یا در تیم حاضر میشم، الان دیگه یک ویژگی در خودم میدونم که سراغ دارم که تا دیروز این ویژگی رو سراغ نداشتم در خودم و نمیدونستم که من این ویژگی رو دارم، ولی امروز میدونم، ولی کماکان همکاران من نمیدانه. یعنی من از ناحیه ناشناخته رفتم به ناحیه پنهان، و اینجا وقتی میرم به همکاران هم این رو بازگو میکنم، از ناحیه پنهان میریم به ناحیه آشکار و وسعت اون ناحیه آشکار یا من آشکار یا ناحیه شناخت بیشتر میشه. و روش دیگه روش خودشناسیه، یعنی من از طریق مطالعه، از طریق آموزش دیدن، از طریق افزایش آگاهی خودم راجع به مسائل انسانی که وجود داره، در مطالعاتم، در روند مطالعاتم و آموزش‌هایی که می‌بینم و آگاهی که پیدا می‌کنم، متوجه میشم که من یک خصلتی داشتم که تا الان به واسطه عدم آگاهی از وجود اون اطلاع نداشتم. مثلا متوجه بشم که من یک توانایی دارم که قبلا نسبت به اون هیچ شناختی نداشتم. بنابراین با خودشناسی هم میتونیم ناحیه ناشناختمون رو گسترش بدیم و اون امتیازاتی که ناحیه شناخت داره ازشون استفاده بکنیم. و اما مرحله دیگه وجود داره که کشفه. این کشف در اثر ممکنه سفری حاصل بشه، اتفاقی به ناگهان بیفته و من متوجه مسائلی بشم یا دیگران متوجه مسائلی بشن. مثلا مثالی که زدن در این گفتارها و کتاب‌های راجع به پنجره جوهری، گفتن که فرض بفرما شما وقتی میری در کویر یک شب اونجا بیتوته میکنی، ممکنه که چیزهایی رو در مورد خودت کشف کنی که تا اون روز نمیدونستی، و از اون به بعد میتونی بیا اینا رو با گفتن به همکارات یا مطلع کردن دیگران هم از ناحیه ناشناخته به ناحیه شناخت ببریم. بنابراین ما از این پنجره جوهری باید استفاده کنیم در جهت کم کردن نقاط کور و پنهان و ناآشکار خودمون، برای اینکه در حالت آشکار بهتر میتونیم به هم دیگه اعتماد کنیم، بهتر میتونیم از توانایی ها و یا ناتوانی های همدیگر استفاده کنیم. اگر من بدونم که همکارم در یک کاری ناتوانه، اون کار رو بهش نمیسپارم. اگر همکار من بدونه که من در یک کاری توانمندم، اون کار رو میاد به من میده، میگه انجام بده. بنابراین ما اگر در تیممون شناختمون از یکدیگر بیشتر باشه، هم حالت صمیمیت و اعتماد بیشتری حاصل میشه، هم کارها بهتر انجام میشه و باعث بهبود روابط میشه. برای اینکه وقتی که ما نسبت به دیگران شناختی نداشته باشیم، مرتب در شک و تردید به سر میبریم و ممکنه که اون ارتباط مؤثر رو نتونیم با هم برقرار کنیم. بنابراین روابط دلپذیر
و دلچسبی در محیط کار نخواهیم داشت. مرتب مواظب هستیم که کسانی از ما چیزهای متوجه نشن که تا حالا نمیدونستن. دیگران همیشه در صدد این هستن که چیزهایی رو از ما مخفی کنن و ما متوجه نشیم. ولی اگر بدانن که خیلی از مسائلی که وجود داره میتونیم آشکار کنیم و به همدیگه بگیم، از همدیگه بپرسیم، این کمک میکنه به روابطمون. این کار را خواهند کرد و به مرور به وسعت خانه شناخت یا خانه آشکار در پنجره جوهری وقتی اضافه میکنیم، روابطمون کیفیت و حالت بهتری به خود میگیرن و ما بهتر میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. امیدوارم که این اطلاعات برای دوستان سودمند بوده باشه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.